ضرر سیل به دهه حلقجر ناحیه خراسان بیش از 1,000,000 سامانی حساب شده است. در نتیجه بارانهای پی در پی و سیل شام 21 مارس در دهه حلقجر 1 نفر به هلاکت رسید و در عموم بیش از 200 خانه ضرر دیدند. رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان روز 31 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضرر رسیده از سیل در دهه حلقجر جماعت صدرالدین عینی 1,338,075 سامانی شمرده شد. رئیس ناحیه خراسان افزود که دوام 10 روز گذشته زیان رسیده به ساکنان را شمردند و به حکومت ولایت ختلان پیشنهاد کردند. به گفته رحمت الله سفرزاده از مجموع 238 منزل ساکنان برخی آسیب جدی دیده شمار قسما ویران شدند. حاتم کریموف رئیس جماعت صدرالدین عینی هم گفت که آنها با مقامات ولایت ختلان مسئله جبران ضرر سیل به ساکنان را در میان گذاشتند. مقامات ولایت ختلان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. در نتیجه سیل 21 مارس ساکن دهه حلقجر میرزا قل رحمان قلوف 59 ساله که از مسجد به خانه برمیگشت به هلاکت رسید. این سیل همچنین زمین‌های کشت را ویران کرده، ده‌ها سر چارپای مردم را تلف داده است. در پی این حادثه گروهی از ساکنان حلقجر به رادیو آزادی گفتند که بعد فلاکت طبیعی به آنها کمک درست نرسانیدند. مقامات ختلان در پی گفتند که برای رفع عاقبت‌های سیل ویرانگر ده‌ها مأمور نجات و صدها کارمند اختیاری را به ناحیه خراسان فرستادند. تاجیکستان یکی از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است. در این فلاکت‌ها بیشتر از همه مردم کمبیزاد و کشاورزان آسیب و خسارات می‌بینند. بنا به ارزیابی بانک جهانی از سال 1992 تا سال 2016 در نتیجه فلاکت‌های طبیعی اقتصادی تاجیکستان تخمیناً 1,800,000,000 دلار زیان دیده است و این فلاکت‌ها به مثل آبخیزی و زمین لرزه و یرچ و ترمه به 7 میلیون نفر اثر منفی گذاشتند.